سلام ارادت، امیدوارم که حالتون عالی باشه. به اولین ویدیوی رسمی کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدید. دمتون گرم که اینجا سابسکرایب میکنید و لایک میکنید ویدیو رو. برای دیده شدنش هم به من دارید کمک میکنید. خیلی ممنونم ازتون. آقا یه واحد 234 متری توی 165 گلسار برای دوستایی که دارن از جای دیگه میبینن تو رشت قرار داره. واقعا خونه خوبیه. این من رفتم خودم ریختم برگام موند. واقعا خوبه. بزن بریم داخلش رو ببینیم تا دیر نشده. بودو بزن لایک، سابسکرایب، شیر، کامنت، اینا همه فراموش نشه. دمتون گرم، عالیه. وقتی داری یه خرید بالای 20 میلیارد انجام میدی قطعا همه چیز مهمه دیگه. این ورودی خونه بود، خب ورودیش قابل قبول بود، نمیگم این چیز واو بود ولی خب قابل قبوله. یه پارکینگ این ور داریم، یه فضای پارکینگ این وره، یه فضای پارکینگ هم از کوچه بعدیش داریم که میشه 167 گلسار. اینجا هم که فضای لابی رو داریم، راپله، آسانسور و تجهیزات مربوط به حالا آب و گاز و این چیزا هم روشه بود که براش یه دونه حالا در اینا طراحی کرده بود. خوب بود. این هم فضای پارکینگ دومشه دیگه، حالا برای واحد اینوری. بالکنش خیلی خوبه، یعنی اصلا من واقعا بالکن رو پسندیدم. این بالکنش عالی بود، دمش گرم، سازندش واقعا ایدهش خوب بود. سالنش مستطیل بود، کانترش که کار کرده بود از سنگ اسلب کار کرده بود. یه فضای بار و کافی بار طراحیش کرده بود. شیشه ها رو فرملس زده بود. این فرملس ها جدیدن خیلی مد شده، واقعا خوبه. بعد کابینت ها هم که مدرن بود، اصلا خیلی جذاب بود. لوستر هم گذاشته بود. یه فضای مطبخ داشت. این دره حس نوستالژی داشت برای من که اینجوریه یاد خونه خالم میافتم. بعد از توی مطبخ هم دسترسی داشت به خود بالکنش. این بازم برای بعدن کسایی که میخوان کباب بزنن گزینه خوبیه. فضای سالن نگاه کن، نورگیرش خیلی خوبه. 2 تا پنجره، یه دونه پنجره کامل، یه دونه هم در برای بالکنش و اینا، لاین نوری و تیوی وال و بعد سیستم گرمایش از کف گذاشته بود. اصلا یه چیز عجیب غریب بود. این برای اینه که گرما سرما رو کم و زیاد بتونی بکنی یا سیستم هوشمند رو کنترل بکنی. خب اینجا راهرو رو داریم. اینجا سرویس ایرانی شیرالات تو کار از این روشویی سرامیکا داره که من خودم خیلی دوست دارم. و اینور هم لاندری. بعد یه خواب اولش اصلا متراژش خیلی استاندارده، واقعا متراژش خوبه، همشون تخت 2 نفره جا میشد. بالکن داشت، منتهی به کوچه اصلی بود، رو به نما بود. اصلا این خونه هر دو طرف نما داشت. بعد یک کلوزت مخفی داشت به این صورت، دوباره تهش هم مستر بود. همه هم از این روشویی سنگی ها رو کار کرده توش. بعد بریم سمت خواب بعدی رو هم ببینیم با هم دیگه. این خواب دوممون بازم یه خواب استاندارد دیگه، لاین نوری و باز پنجره رو به نما و باز هم یه کمد خوشگل که من نمیدونم رنگش چیه، اگه شما میدونید تو کامنت ها برای من بنویسیدش. بعد حمومو ببین، دلبره، بفرما. خدای حموم به این خوشگلی دیده بودی؟ اینم خواب اصلیمون، خواب مستر، کلوزت داره، انتها هم باز هم مستر کار شده. رفیق امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشی. لایک، سیو، شیر، کامنت، سابسکرایب و اون زنگوله بالا رو هم فعال کن. دمت گرم، تا ویدیو بعدی، خدافظ.